24 از 100 1400 ارگ ریاست جمهوری، ساعت 2:45 بعد از ظهر. محمد اشرف غنی شاید تصور هم نمی کرد که آخرین گام‌هایش را در ارگ ریاست جمهوری بر زمین می‌زند. او با این چرخبال‌ها قصد داشت به خوست برود، اما به عنوان سرقماندان اعلای قوای مسلح افغانستان خبر نداشت که خوست سقوط کرده و این مشاور امنیت ملی او حمدالله محب است که به او خبر می‌دهد خوست سقوط کرده، جلال آباد هم سقوط کرده است. غنی میگوید من نمیدانستم که کجا میرویم. تنها وقت سوار هلیکوپتر شده مشخص شد که ما کشور را ترک میکنیم. زمامدار جمهوریت در حال کشور را اینچنین ترک کرد که او 6 جوزا درست 80 روز پیش از آن در دانشگاه کابل گفت باز دفعه مردم پرسان میکنه مثل شپیگل بود خود برآمدی، خود رفتی، ایلا خود دادی، هر چوک بزی زده تلل و نفر نی دام کرده. برخلاف این لاف و شعارهای پوپولیستی، غنی خود جز اولین کسانی بود که با فرارش ناقوس مرگ یک نظم سیاسی را به صدا در آورد و به خصوص زمانی که ایستادگی رئیس جمهور اوکراین در برابر هجوم تمام عیار روسیه به نماد شجاعت و ایستادگی بدل شد، اشرف غنی اما به سمبل بزدلی و طنز تلخ تاریخ. فراری او اما نه تنها مردم افغانستان بلکه جهان را در بحت و شوک سیاسی فرو برد و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود آورد. ده یهود 1398 دوحه، امضای معاهده صلح آمریکا و طالبان. بسیاری ها معتقدند که امضای همین توافقنامه در حقیقت امضای سقوط نظام جمهوری بود. سناریوی سقوط افغانستان و تسلط طالب‌ها از امضای دوحه شروع میشه. از دید این طیف از سیاسیون این معاهده یک خیانت ملی و سرآغاز یک مصیبت تاریخی برای افغانستان بود که نه تنها موجب سقوط یک حکومت بلکه موجب فروپاشی یک نظم 20 ساله سیاسی در کشور شد. امو امضا یک خیانت ملی به افغانستان است. امو امضا سرآغاز روز مصیبت زا و روز تاریخی تاریک به مردم افغانستان است. ملت افغانستان پیش از اینکه به پای خود احساس را رها کردند، تبلیغات منفی راه انداختند، قوا را از هم پاشاندند. سقوط 15 آگوست متاسفانه سقوط یک نظمی بود که ما 20 سال پیش بنا نهاده بودیم و در اون نظم تنها حکومت نبود، تنها دولت نبود، اجتماع به گونه کامل متاسفانه متواری شد و متلاشی شد و این ابعاد ارضی بسیار کلان است. سران حکومت فعلی اما امضای این موافقتنامه را نقطه عطف در تاریخ افغانستان و آغاز شکست امریکا عنوان می کنند. مات دی امریکایانو او مات دی اشغالگرانو لأغ جای نفایل سوا سیکلا دی امریکا دی وزارت خارجه خاص استازی دی محترم ملا صاحب سره خپل مات امضا کړه. برخی از نزدیکان رئیس جمهور فراری پا را فراتر از امضای موافقتنامه دوحه گذاشته و به این باورند که افغانستان زمان سقوط کرد که محمد اشرف غنی بعد از انتخابات سال 2014 با تقلب و دستبرد به آرای مردم افغانستان بر ریاست جمهوری رسید. افغانستان همون روز سقوط شروع شد که آقای غنی رئیس جمهور شد. یعنی 2014 حالا این یک بحث پنهان نیست. اختلاف بر سر آغاز زمان سقوط هرچه باشد، اما این نکته روشن است
که تعیین جدول زمانی برای خروج سربازان آمریکایی از سوی کاخ سفید بازه زمانی برای سقوط جمهوریت را تعجیل کرد. چهارشنبه 25 حمل 1400 14 اپریل. I'm now the fourth United States president. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تاریخ برگشت ناپذیر خروج سربازان آمریکایی را اعلام کرد. در حالی که بر اساس توافقنامه دوحه ماه می 2021 پایان خروج سربازان آمریکایی از افغانستان بود، اما بایدن اول این ماه را آغاز عملیات برای خروج و 11 سپتامبر 22مین سالگرد حمله به برج‌های دوگانه در نیویورک را آخرین فرصت برای خروج تمامی سربازانش اعلام داشت. او در کاخ سفید گفت وقتش رسیده که طولانی ترین جنگ آمریکا پایان یابد و نیروهای آمریکایی از افغانستان به خانه برگردند. It's time for American troops to come home. قوای معماری بعد از این کشور حضور نخواهد داشت، هم استقبال میکنیم. محمد اشرف غنی از این طرح استقبال کرد. او در بزرگترین مرکز آکادمیک افغانستان یعنی دانشگاه کابل رفت تا اعلام کند که مانیفست او از آینده نظام سیاسی افغانستانی منهای قوای خارجی، آکادمیک و تحلیلی برگرفته از داده‌های علمی است. که امریکا میمونه یا میپره. او آنجا به صراحت اعلان کرد که هیچ تفاوت بین خروج کنونی آمریکایی‌ها و 2 سال بعد از آن نیست. لارم بخیر مننه. موږ خپل اداره کوو. غنی وضعیت موجود آن وقت را یک تلاطم بزرگ خواند، اما تأکید کرد که با تعیین زمان خروج قوای خارجی توسط بایدن این تلاطم از بین رفته است. تلاطم بزرگ از بین رفت. بزرگترین تلاطم از این خاطر بود که امریکا میمونه ناتو میمونه یا نمیمونه. و اگر 2 سال بعد برآمدن و امروز برآمدن فرقش در چی میمونه؟ اگرچند که رئیس جمهور فراری افغانستان در اینجا از پایان یک تلاطم بزرگ سخن گفت، اما حقیقت این است که برخلاف دیدگاه وی با قطعی شدن خروج آمریکایی ها از افغانستان تلاطم بزرگ تازه از نو آغاز گردیده. گروه طالبان بیش از پیش با قرار گرفتن در محور سیاست کشور از حاشیه به متن و جمهوری اسلامی از متن تحولات به حاشیه رانده شد. در حوزه دیپلماسی دوحه مقر سیاسی گروه طالبان به جای کابل قد برافراشت و فراتر از گذشته پروازهای دیپلماتیک مرتبط با این گروه وزنه سنگینتر از دستگاه دیپلماسی غنی پیدا نمود. شک نباید کرد که این وزنه بیشتر از همه حاصل عرصه میدانی تحولات جنگ بود. تحولاتی که سرعت متصرفات سربازان طالبان را سرخط خبرهای داغ ملی و بین المللی کرد و روزی نبود که جغرافیای جنگ به نفع آنها تغییر نکند. سقوط پی سقوط و محاصره ادارات محلی. جنگ در سراسر افغانستان تشدید شد. شماری از ولسوالی ها در ولایات مختلف به دست مخالفان مسلح افتادند. در اول سرطان رسانه ها مخابره کردند که 18 ولسوالی از 7 ولایت کشور سقوط کرده است. محاصره اقتصادی ادارات محلی سیاست تازه مخالفان برای فشار بیشتر علیه حکومت غنی بود. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در تاریخ 24 جوزا اعلام کرد که حصر اقتصادی ولسوالی ها جنایت جنگی است و در 25 جوزا مجلس نمایندگان طرح دفاع مستقلانه توسط مردم را مطرح کرد. حمایت از خیزش‌های مردمی در چارچوب اردوی محلی در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی در این دفاع مقدس پیروز خواهیم شد. در 22 جوزا نشست دو جانبه عالمان دینی افغانستان و پاکستان در مکه مکرمه برگزار شد.
در این نشست از طرفای منازعه افغانستان خواسته شد که مشکلشان را از راه مذاکره و در روشنی قرآن و سنت حل کنند. عالمان دو کشور خشونت را از منظر دینی غیر قابل قبول خوانده و تأکید کردند که این جنگ مشروعیت دینی ندارد. فرار شبانه نظامیان آمریکایی از پایگاه بگرام. سرانجام در 10 سرطان آخرین سرباز آمریکایی پایگاه نظامی بگرام را که بزرگترین پایگاه نظامی تحت کنترل آمریکایی ها در افغانستان بود ترک کرد. خروج آمریکایی ها سردرگمی و وحشت را در میان نظامیان و مجموع رژیم سیاسی کابل که به جمهوریت 3 نفرش شهرت شده است بیشتر کرد. در 15 سرطان مرزبانان تاجیکستان اعلام کردند که 1037 سرباز افغانستان از بدخشان به خاک تاجیکستان عقب نشینی کردند. عقب نشینی های سربازان از دید مقامات امنیتی کابل تاکتیکی تلقی می شد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری که خود را مخ استخباراتی میدانست و با جلسات امنیتی ششونیم خود بیشتر شهرت شده بود در پیامی نوشت: در بسا مناطق که اسمش را سقوط گذاشتند طالب با ایجاد خط باریک پیشروی کرده است. عقبه ایشان عمق و پهنا ندارد. آنهایی که جنگ با طالب را بلدن میدانند که این خط باریک به گورستان دستجمعی آنها تبدیل خواهد شد. اما حمدالله محب مشاور امنیت ملی که گفته میشد همه کاره نیروهای امنیتی بود پیشروی های طالبان را مقطعی و با استفاده از خلأ جابجایی نیروهای آمریکایی و افغان عنوان کرد. امکاناتی که افغانستان دارن انشالله که وضعیت تغییر خواهد کرد. اینا از فرصتایی که در حالت نیروهای خارجی بودن از او استفاده کردن و کوشش ازی را کردن که یک اعتبار را ایجاد کنند. مخالفان مسلح با تاکتیک های جنگی تازه وارد میدان شدند. یکی از عوامل پیشروی های طالبان تغییر در شیوه و تاکتیک جنگ بود. آنها این بار بسیار متفاوت از دهه 70 عمل کردند و باور آگاهان این بار مخالفان مسلح با استفاده از سیاست جنگی استراتژیست چینی از سانتزو از جنگ پرهزینه و فرسایشی پرهیز و بجای رفتن و فتح ارتفاعات و ایجاد ترس و وحشت میان اقوام نخست با تصرف شاهرگ‌های حیاتی و بنادر و تصرف شهرها و ادارات از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب و مناطق مرکزی پایتخت را محاصره نموده و در ظرف کمتر از 48 ساعت آن را تصرف کردند. این یک پالیسی و یک نقشه بسیار معقول و منطقی امارت اسلامی بود که به تمام شهرهای کشور مجاهدین امارت اسلامی را داخل کردند که باعث جلو گرفتن خونریزی مردم و ملت ما شد. خارج شدن بنادر مهم اقتصادی از کنترل حکومت. بر پایه همین سیاست جنگی اوایل ماه اسد طالبان مدعی شدند که 90% گذرگاه‌ها و مرزهای افغانستان را متصرف شدند. شیرخان بندر در قندوز، آی خانم در تخار، پتان در پکتیا، حیرتان در بلخ، آقینه در فاریاب، اسلام قلعه و ترقندی در هرات از بنادر مهم تجارت و ترانزیت افغانستان هستند که از این پس اوایل آن در اختیار سردمداران جمهوریت نبود. تغییر راهبرد جنگ، تهاجم و جای دفاع. سقوط پیهم شهرها و بنادر سردمداران جمهوریت را به شدت تحت فشار افکار عمومی قرار داده بود. شاید از همین رو بود که موضع انفعالی حکومت در جنگ از حالت دفاعی به تهاجمی تغییر کرد و در 5 اسد اعلام شد که بیش از 30 ولسوالی از تصرف طالبان خارج گردیده و به کنترل نیروهای دولتی درآمدند.
در 10 اسد نشست با حضور سران جهادی و سیاسی در ارگ برگزار و در آن از بسیج مردمی در پشتیبانی از نیروهای امنیتی اعلام حمایت شد. در 11 اسد صدها کماندو در حمایت از جبهه هرات به این ولایت اعزام گردید و در 12 اسد مجلس فوق‌العاده شورای ملی به فرمان محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور برگزار شد. در حالی که جنگ در مرکز هلمند شهر لشکرگاه به شدت جریان داشت، محمد اشرف غنی در یک خطابه حماسی خط و نشان تازه فراروی مخالفانش کشید. جواب قاطع به دشمنان افغانستان داده شود. یا زانو به زانو مذاکره کنید و یا زانویتان را در میدان جنگ میشکنید. تعهد من به شما و ملت افغانستان این است که در مقابل هیچ نیروی ویرانگر زانو نمیزنم. یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم. این شاخوشان کشیدنها ره به جایی نبرد و در 16 اسد نخستین مرکز یک ولایت به دست مخالفان مسلح افتاد. شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز. در 17 اسد طالبان مدعی شدند که شهر شبرغان مرکز جوزجان را متصرف شدند. در 18 اسد درگیری ها در شمال کشور شدت گرفت. گروه طالبان شهرهای قندوز، طالقان و سرپل را در کنترل خود درآوردند. در 19 اسد ایبک مرکز سمنگان بدون جنگ به طرف مقابل واگذار گردید. در 21 اسد داوود لغمانی والی غزنی مرکز این ولایت را به مخالفان مسلح تسلیم داد و خود راه کابل را در پیش گرفت که در میدان وردک به جرم واگذاری مقام ولایت بازداشت شد. هرات نیز از اختیار حکومت خارج شد و سرانجام تا این تاریخ 11 مرکز مهم ولایات از جمله لشکرگاه، قندهار، فیروزکوه و قلات کاملا از تسلط دولت خارج شد. سقوط‌های پیهم ولایات در حال رخ میداد که به گفته اشرف غنی افغانستان 40,000 کماندو با تجهیزات ویژه داشت. 40,000 قوای خاص کماندو هوایی داشت زیر یک کمانده واحد که به بهترین سویه تربیه شد. کمبود امکانات نداره. و میدانهای هوایی که به ارزش 10 میلیارد امکانات نظامی داشتند و تنها شورابک در هلمند به مساحت میدان هوایی دبی امتداد دارند. زیاده از 1 میلیارد دلار وسایل برتان انتقال کرد. تنها میدانهای هوایی که برتان انتقال کرده 5 تا 10 میلیارد دلار میارزه. میدان شورابک در هلمند از نگاه ساحه و رنوی مساویس به میدان دبی. همشه از چی رقم مدیریتش میکنه؟ در میدان هوایی قندار امکانات بر 14,000 عسکر. بگرام یک سرمایه بزرگ برتان در حال انتقال است. در 23 اسد شهر مزار شریف 4مین شهر بزرگ افغانستان از اختیار حکومت خارج شد و افراد از قبیله محمد نور و رهبر جنبش ملی اسلامی شمال که بارها سینه سپر می‌کردند راه فرار را در پیش گرفتند. عطا محمد نور سقوط مزار شریف را یک توطئه کلان عنوان کرد و گفت تمام مراکز نظامی این خطه در مدت 10 دقیقه تسلیم داده شدند. قوای مسلح که کل شامل میشه در ظرف 10 دقیقه خطوط اول، قول اردو، مراکز نظامی، مرکز لوا، مرکز گارنیزون شهر همه را تخلیه کرده. اما این حقیقت را نباید کتمان کرد که نظامیان افغان غالباً جنگ نکردند و بدون رویارویی جدی با طرف مقابل صحنه را ترک گفتند.
براستی چرا ارتش و نظامیانی که به اذعان سرقمندان اعلای قوای مسلح با پیشرفته‌ترین تجهیزات ناتو مسلح بودند و میلیاردها دلار برای آموزششان هزینه شده بود، از تقابل دست کشیده و به این آسانی شکست خوردند؟ رئیس جمهور مطلق صلاحیت‌های یک شاه داره، حتی از شاه فراتر همکاره است. متواتر نادا از توسط دفتر شورای امنیت ملی آقای غنی همیشه زیر سوال میره. و دوم، سلسله مراتب مراعات نمیشد. سوم، با تغییر رهبری در سطوح مختلف سلسله مراتب را اینا متاسفانه شکستاندند. در روزهای آخر جنگ اکثر سربازا و اکثر قماندانای جنگ و در میدان جنگ نمیدانست که کی رهبری جنگ بدست. شنبه 23 اسد دیدار رهبران سیاسی با اشرف غنی. در این دیدار که ساعت 3:30 عصر با حضور سران سیاسی از جمله حامد کرزی، عبدالله، کریم خلیلی، محمد محقق، یونس قانونی و سران شورای ملی برگزار شد، همگی یک پیام را به غنی رساندند: به جنگ و خونریزی باید پایان داده شود. آنگونه که وحید عمر از این نشست روایت می کند، هیچ کسی به شمول اشرف غنی از جنگ و مقاومت سخنی نمی زنند. جمع‌بندی این می شود که اشرف غنی با پیشنهاد سران سیاسی برای تعیین هیئت با صلاحیت توافق نموده تا فردا یکشنبه به دوحه بروند و تصمیم نهایی را با طالبان اتخاذ کنند. محاصره کابل تنگ‌تر می شود. در 24 اسد میدان شهر در 40 کیلومتری غرب کابل سقوط کرد. صبح روز یکشنبه است. بر فضای کابل التهاب و ترس حاکم است. سربازان طالبان در ورودی‌های شرق و غرب کابل دیده شدند و قطعات نیروهای مسلح همراه با تانک‌ها و زره‌داره‌هایشان که از میدان وردک فرار کردند، از سمت غرب پایتخت به طرف مرکز شهر راه افتادند. یک شنبه 24 اسد، ارگ ریاست جمهوری. قرار معلوم اوضاع تا ساعت 10 صبح آرام است. اگرچند که نسبت به هر روز تعداد کارمندان ارگ کمترند، اما اضطراب و وحشت لحظه به لحظه بیشتر شده و کارمندان یکی پی هم دفاتر کارشان را ترک می کنند. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه وقت حکایت جالبه دارد. او پس از آن که وضعیت را در اداره تحت فرمانش آشفته می‌بیند، مستقیما راه سپیدار مقر عبدالله را در پیش می‌گیرد. اما سپیدار سوت و کور است و ناچار راهی خانه عبدالله می‌شود. بعد از ظهر است، اما خبری از فرار اشرف غنی نیست که حامد کرزی در تماس تلفنی به عبدالله میگوید نفر خو گریخت. دکتر عبدالله با تعجب پرسید کی گفت؟ پاسخ داد فردی از PPS. معنوی ادامه میدهد که در همین لحظه تلفن آقای خلیلزاد آمد و او نیز از فرار رئیس جمهور خبر داد. دکتر عبدالله در پاسخ به خلیلزاد گفت وطن را تباه کردید، خدا جزایتان را بدهد. ساعت 2:30 بعد از ظهر، ارگ ریاست جمهوری. روایت وحید عمر رئیس عمومی ارتباطات استراتژیک از این لحظات این است که تماس تلفنی حمدالله محب و خلیل حقانی تأثیر مستقیمی بر آنچه داشت که در 90 دقیقه بعدی واقع شد. این که در این تماس چه گفته شده است هنوز هیچ کس جزئیات آن را ارائه نکرده و تلاش‌های ما برای ثبت این گفتگو با خلیل حقانی هم به نتیجه‌ای نرسید. اما این نکته واضح است
که بعد از آن آقای محب محمد اشرف غنی را در چرخبال‌های آماده پرواز سوار کرده و با شماری از حواریونش کابل را به مقصد خارج ترک می‌کنند. ساخته شدم تا از کابل برایم. اشرف غنی و طرفداران پراپا قرص او میگویند جان وی در خطر بود و احتمال جنگ تمام عیار و ویرانی کابل وجود داشت و از همین رو او فرار را برقرار ترجیح داد. دفاعیه جلوگیری از جنگ و خونریزی در حال توسط آنان مطرح می شود که در دور اول ریاست جمهوری او بعد از سال 2014 تنها از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بیش از 40,000 نفر کشته شدند و او در آخرین ماه‌های حکومتش با اطمینان میگفت من به حیث سرقمندان اعلای قوای مسلح حق آن را ندارم که اولادا و سربازای خود را ترک کنم. به حیث سرقمندان اعلا آیا مسئله تعزیر دارم که اولاد من که روزانه قربانی میده در میدان اعلا کن؟ یک پروسه واضح باید وجود داشته باشه. صدها بار زیادتر در قلوردایم رفتیم، یعنی از احوال سرباز ریدملم افسرم خبر دارم یا ندارم. برخلاف دیدگاه غنی و پیروان او هیچ خطری وی را تهدید نمی کرد. ارگ امن‌ترین نقطه بود. طالبان تعهد کرده بودند که وارد کابل نمی شوند و نیروهای خارجی هم بیشتر شده بود. کوشش می دغه و چې انتقال د قدرت په صلحیزه طریقه باندې موږ وکړو. په دې سره به زموږ ټول ارګانونه زموږ ټول ملک تحفظ وشي چې هر څومره خواري وشوه دوی دغه ته زمینه برابره نه کړله چې د انتقال د قدرت موږ په صلحیزه طریقه باندې وکړو. یو اندازه ګډوډي رامنځته کړله. در امو روز در امو ساعت از 12 به بعد 12 1 2 امنترین نقطه در افغانستان بود. یک قوت منظمه داشت او را محافظت میکرد و ضمناً ما یک تفاهم را با طالب رسیده بودیم، هم با امریکایی هم با طالبا وارد شهر کابل نمیشد. سوم با یک روز پیش که با وزیر خارجه امریکا اشرف غنی رئیس جمهور اسبق صحبت کرد، بعد از او تعداد نیروهای امریکایی در کابل بیشتر شد. حامد کرزی هم به این صحبت‌ها سهم می‌گذارد. او در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت طالبان وارد کابل نمی‌شدند، اما فرار اشرف غنی و ایجاد خلای قدرت او را ناگزیر کرد که از آنها بخواهد وارد کابل شوند. او در این مصاحبه که روز چهارشنبه 24 قوس به نشر رسید گفت قرار بود عصر روز سقوط کابل یا فردای آن به قطر بروند و با امارت اسلامی روی انتقال قدرت توافق کنند، اما فرار اشرف غنی این معادله را برهم زد. آقای بیگ هم در این باره جزئیات بیشتری می‌دهد. که شرطهای اساسی آقای غنی جرگه بود. طالبا هم 2 روز مانده به سقوط جرگه را پذیرفتن و احوال دادن که ما جرگه را قبول داریم. تمام پیش شرطهای آقای غنی قبول شده بود. با صحبت‌هایی که از چینل سری با طالبا وجود داشت قبول شده بود. سقوط 14 آگوست بعد از او یک مجلس با سیاسیون هم شد و بسیار سریع با این کلمات صحبت نشد، اما بحث همی بود که یک هیئت بره و تفاهم همی بود اینا کنار میاد. دکتر رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی دوره حامد کرزی در پاسخ به اینکه چرا غنی به صورت ناگهانی فرار کرد دیدگاه بدبینانه تری را مطرح کرده. او با یک رادیوی آلمانی گفته است تسلط مخالفان مسلح به قدرت در ماه آگوست برای رهبری کابل غافلگیر کننده نبود، بلکه از مدت‌ها قبل آماده شده بود. ماها قبل نحوه تخلیه رئیس جمهور، همسر و نزدیکانش تمرین شده بود. همه چیزها آزمایش شده بودند. این طور نبود که رئیس جمهور شتاب زده ارگ را ترک کند. شام روز یک شنبه 24 اسد، ارگ در تصرف حاکمان تازه.
نیروهای طالبان بدون هیچ مقاومت بعد از 5 ساعت از فرار غنی وارد ارگ ریاست جمهوری شدند و بدین ترتیب تومار نظام 20 ساله جمهوری اسلامی افغانستان برچیده و سکه مرکز قدرت سیاسی افغانستان به نام امارت اسلامی ضرب شد. کسی که تا صبحان روز خود را فرد اول جمهوری اسلامی افغانستان می‌دانست و تمامی اختیارات یک نظام به اصطلاح دموکراتیک را قبضه کرده بود، توسط حمدالله محب فراری داده شد. او که از دید حشمت غنی احمدزی برادر محمد اشرف غنی، زنش جاسوس CIA بود. مرا محب به خاطر از اینکه جاسوسی که خانمش به CIA کار میکرد پس میره امریکا. سقوط نظام برای تحریک اسلامی طالبان یک پیروزی و دستاورد بزرگ بود، چرا که هم به جنگ و منازعه و هم به اشغال 20 ساله غربی ها که این گروه برای آن مبارزه کرده بودند پایان داده است. لشل کلنې ډېرې درنې او پیچلې مبارزې څخه وروسته خپل هیواد یو ځل بیا آزاد او مستقل کړي او د اشغال ټغر له دې هیواد څخه ټول کړي. با سقوط نظام نوع جنون ترس در فضای افغانستان حاکم شد. خیلی ها و به خصوص مقام‌های حکومتی، نیروها و افسران امنیتی و نظامی، رسانه‌گران، فعالین مدنی، زنان و افرادی که با خارجی ها کار کرده بودند در جستجوی راه فرار بودند. میدان هوایی کابل از جمله معابر بود که هزاران نفر خود را به آنجا رسانده و بنای ترک وطن را داشتند. صحنه‌های تکان دهنده آویزان شدن از بالهای هواپیماهای غول‌پیکر خارجی و افتادنشان بر زمین اوج اضطراب و نگرانی را به نمایش گذاشت. پنجشنبه 4 سنبله، حمله مرگبار انتحاری میدان هوایی کابل. پس از حدود 2 هفته از تسلط حاکمان تازه بر کابل، نخستین حمله مرگبار انتحاری در یکی از ورودی‌های میدان هوایی رود خون جاری کرد. بیش از 170 شهروند کشور در این رویداد خونین جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. برای نخستین بار پس از توافقنامه دوحه 13 سرباز آمریکایی هم در این حادثه کشته شدند. گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت. جامعه کوتاه مدت، چشمانداز دنیای سیاست در بیش از نیم قرن تاریخ افغانستان. فرار غنی تصویری از چشمانداز دنیای سیاست در بیش از نیم قرن تاریخ افغانستان را برای یک بار دیگر به نمایش گذاشت. تصویری از جامعه کوتاه مدت، مقطعی و بریده از تنفس هوای پاک. دهه مشروطیت ظاهرشاهی در دهه 40، جمهوری داوود خان در دهه 50، نزدیک به 1.5 دهه حاکمیت کمونیستی از اواخر دهه 50 تا اوایل دهه 70، سالهای محدود حاکمیت مجاهدین و به همان پیمان حاکمیت اول تحریک اسلامی طالبان در دهه 70 خورشیدی و از اوایل دهه 80 تا پایان دهه 90 20 سال نظام جمهوری که با حمایت بین المللی استقرار یافت و سرانجام اینک حاکمیت دوباره امارت اسلامی، همگی نشان از جامعه کوتاه مدت و عدم ثبات سیاسی در بیش از نیم قرن تاریخ این سرزمین دارد. اینک قرن 14 خورشیدی و فصل زمستان برفی و نسبتاً سرد آن پایان یافته است. اما آیا فصل و سال و قرن نو تصویری از جامعه بلند مدت و دوامدار خواهد داد یا همچون گذشته روزنه‌ای خواهد بود برای فصل سرد سیاسی و جامعه گذرا، مقطعی و کوتاه؟